الرحيم. الحمد لله الذي ذلت له رقاب الجبابرة وخزعت لديه أعناق الأكاسرة. لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، ولا اعتمد إلا به، ولا اتكاء إلا عليه. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين. وبعد قال مولانا أمير المؤمنين: فإن هذا الدنيا غدارة غرارة خدوع معتية منوع ملبسة نزوع، لا يدوم رخاؤها ولا ينقطع بلاؤها. با تشکر از قاریان عزیز، از حضور گرم شما برادران و خواهران عزیز در این مجلس سپاسگزار و قدردان هستم. از جانب خودم و از جانب شما حضار گرامی در گذشت این خواهر محترمه را به همه بازماندگان و منصوبینش، اخصاً به برادر عزیزم جناب آقای سید مظفر و فرزندان این خانم و برادرانش عرض تسلیت دارم. زندگی یک امر زودگذر و ناپایدار است. هیچ فهمیده نمی شود که با چه سرعت عمر آدمی می گذرد. هر کدام شما خواهران و برادران عمر خود را در نظر بگیرید. انگار دیروز بچه بودیم، طفل بودیم، بازی میکردیم. با یک چشم به هم زدن دیدیم که موی سر و صورت سفید شد. اصلا نفهمیدیم که کی به بلوغ رسیدیم و جوانی ما چه مدت ادامه پیدا کرد. نشسته برف سفید بر سرم، زبوی سفید ز پس گشتن بام وجود در خطرم. موی سفید مانند برف پرآب بر سر ما نشست و به زودی این برف بام وجود را خراب می کند و ما را از این دنیا می برد. بنابراین دنیا جای شک نیست، دوره ناپایدار و بی ثبات است. چه بخواهیم چه نخواهیم به زودی فرد ما را از این دنیا بیرون می کند و به زندگی ما خاتمه داده می شود. مهم این است که ما در زندگی دنیا حقیقت این دنیا را بشناسیم و ارزش این دنیا را بشناسیم و نیازمندی های مادی و معنوی این دنیا را بشناسیم. اگر چنانچه ما دنیا را آنطوری که هست بشناسیم و به اموری که ما احتیاج داریم درست شناسایی پیدا کنیم، بسیاری از مشکلات ما و ناهنجاری های زندگی ما
در جامعه و زندگی شخصی حل می شود. گاه وقتی انسان به فکر می افتد که این امور مادی چه ارزش دارد، تلاش، کوشش برای جمع آوری مال یا ثروت در دنیا چقدر ارزشمند است. در متون دینی هم که می‌بینیم از دنیا با الفاظ و تعبیرات مختلف بیان شده است. یعنی موقعی که به قرآن کریم سر بزنیم و به گفتار پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار سر میزنیم، میبینیم که گاه وقتی از دارایی دنیا، ثروت دنیا، مادیات دنیا تمجید و تعریف شده است، با الفاظ و تعبیرات زیبا از آن یاد کرده است. گاه وقتی بالعکس با تعبیرات بسیار زننده و مهم از دنیا و دارایی دنیا سخن به میان آورده است. مثلا در قرآن کریم در سوره مبارکه بقره می‌فرماید کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیة للوالدین والاقربین بالمعروف حقا للمتقین. می‌فرماید بر شما لازم است، واجب است، زمانی که می‌فهمید که مرگ به سراغ شما می‌آید، و انسان می‌فهمد وقتی که مریض می‌شود حالت خود درد می‌کند، بابا الان دیگر در آستانه رفتن هستیم، باید با دنیا و بازماندگان خداحافظی کنیم. قرآن می‌فرماید اگر با چنین حالتی مواجه شدید کتب اذا حضر احدکم الموت، واجب است بر شما در هنگام مردن وصیت کنید. وصیت کردن در اسلام یک چیز بسیار ضروری است. شما متروکات دارید، خانه دارید، سرمایه دارید، دار و ندار زندگی یا کم یا زیاد دارید و الانسان علی نفسه بصیره، خودت به اعمالت آشنا هستی که در دنیا چه کاری درستی کرده ای و یا چه کاری خطایی از تو سر زده است. وصیت کن برای بازماندگان. خانه، دارایی چطور بین ورثه تقسیم شود؟ در زندگی کدام گناهی کرده ای تا در پیشگاه خداوند در لحظات اخیر استغفار کنید؟ این مسئله بسیار مهم است. در لحظه اخیر که ما از کرده های بد خود پشیمان شویم، رو کنیم به جانب خدا. خدایا ما بشر بودیم، عاجز بودیم، ضعیف بودیم، لغزش از ما صورت گرفته است، به لطفت و بزرگیت از تقصیرات ما درگذر. این توبه بسیار ارزش دارد. خدای بزرگ حق خود را میبخشد. اگر مال کسی را خورده ای برای بازماندگان وصیت کنید که مالش را برایش مسترد بسازد. خب کتب علیکم اذا حضر الموت ان ترک خیرا، اگر خیری از شما مانده باشد وصیت کنید برای اقربین و برای پدر و مادر. شما میبینید کلمه این ترک خیرا یعنی از مال دنیا تعبیر به خیر شده است. اگر مالی از شما مانده یعنی در زندگی تو آدمی با خیر بوده، آدمی با تلاش بوده، آدمی فعال بوده. اکنون که از دنیا میروی چیزی برای ورثه‌ات باقی میماند، خیری باقی میماند. بسیار تعبیر جالب است. یعنی به این معنا اون مرده‌ای که از اون مال نمیماند، زندگی را عاطل و باطل گذرانده است،
عمر را با بیهودگی گذرانده، این آدم بیخیر بوده است، این خیری از او باقی نمانده است. در این آیه قرآن کریم از دارای دنیا تعبیر به خیر میکند. این ترک خیرا، اگر خیری از شما مانده باشد. پس تعبیر جالب است. پس معلوم است که این تعبیر مال دنیا خیلی ارزش دارد. نباید ما مرده بی خیر باشیم که هیچ اثر سرمایه دارایی از ما باقی نماند. بسیار تکان میدهد این آیه انسان را وادار به فعالیت میکند، وادار به کوشش و تلاش میکند. این یک آیه که از مال دنیا تعبیر به خیر کرد. دوم، ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیر لهم بل شر لهم. میفرماید در سوره مبارکه اعراف، میگه اون کسانی که ما برای او فضل دادند، از مال دنیا تعبیر به فضل شده است، بزرگی. بسیاری تعبیر جالب است. یعنی با ما میفهماند قرآن کریم که دارایی مال دنیا فضل است. حقیقتا نمیطور است. آنانی که مال دارد، مشتش پر است، فضل دارد، بر اون کسی که دستش خالی است تلاش نکرده است. ولا یحسبن الذین بما آتاهم الله من فضله، نپندارند اون کسانی که ما فضل به او دادم، یعنی مال دنیا مادیات دادم، اینها که بخل می‌ورزند، یعنی دارایی دارند دست نادار را نمیگیرند، دست مستحقین و بینوایان را نمیگیرند، بخل می‌ورزند. گمان نکنند این بخل ورزیدن برای آنان خیر است، نه، بل شر لهم، شر است. خدا که به تو داده بده برای مستحقین. در این آیه خداوند از دارای دنیا تعبیر به فضل کرده است، یعنی اون کسی که مال دنیا دارد فضل دارد. عملا نمیتونیم میگردیم در جامعه ما، در تمام جوامع بشری، آنانی که سرمایه دارد، زور دارد، معناش این است که فضل دارد. پس سرمایه مایه فضل است. جامعه فقیر فضل خود را از دست داده است. حتی یک نفر در زندگی خود دو حالت پیدا می کند. در زمان فقیریش می بینیم که کس به او اعتنا ندارد، پس چیزی بر او ارزش قائل نیست. اما وقتی که همین نفر در اثر یک تحول سرمایه دار می شود، می بینید دیدی من جامعه، نظر جامعه تغییر می کند، با دید احترام به او می گیرد. پس فضل است دیگر. از مال دنیا تعبیر به فضل کرده است. بنابراین مال دنیا فضل است، طیبات است، برکات است. در آیات بعدی ذکر می کند. گاهی تعبیر به برکات می کند دارایی را، گاهی تعبیر به طیبات می کند، گاهی تعبیر به فضل می کند، گاهی تعبیر به خیر می کند. پس مال دنیا ارزش دارد که چنین تعبیرات قرآن کریم می کند. اما باز آیات دیگر هم دارد که از مال دنیا با تحقیر و توهین یاد می کند. مثلا در سوره مبارکه عنکبوت اینطوری می فرماید: و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. این زندگی دنیا، دارایی دنیا مگر فریب دادن و اسباب لهو و لعب نیست. یعنی شما که دارایی دارید مثل اسباب بازی بچه ها اسباب بازی دارد، فکر میکند که اون سرمایه دار است، لهو و لعب است، در حقیقت چیزی نیست. اینجا میبینیم که دارایی دنیا را قرآن کریم تحقیر کرده است، اسباب لهو و لعب شمرده است. یا در آیه دنیا و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دارایی دنیا جز اسباب فریبندگی، اسباب مغرور شدن، چیزی دیگر نیست. خب اکنون تحلیل کنیم
مگر خدای نکرده قرآن کریم تناقض گویی میکند که یک جا از مال دنیا تعبیراتی با عظمت دارد، جای دیگر تعبیرات تحقیر آمیز. نه، قرآن تناقض گویی نمیکند، مربوط به استفاده انسان است. ما دو دنیا داریم، دنیای مذموم، دنیای ناپسند و دنیای پسندیده. آنانی که از سرمایه خود، از زور خود استفاده درست میکند، این سرمایه برای آنان برکات است، طیبات است، فضل است، کرامت است. آنانی که استفاده درست نمیکنند، برای آنان اسباب غرور است، لهو و لعیب است، اسباب فریبندگی است. پس مربوط به این است که ما چگونه از دنیا و مال دنیا استفاده کنیم. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در یک از فرمایشاتش می‌فرماید که اونقدر برای به دست آوردن مال دنیا تلاش کن که انگار اصلا نمی‌میری، مرد نداره. تا دنیا هست تو در این دنیا هستی، همینطوری تلاش کن. اما اونقدر مواظب آخرتت باش که انگار همین لحظه می‌بینی. یعنی مبادا برای مال دو روزه دنیا خانه ابدی را خراب کنی. پس مال دنیا به ارزش نیست، ارزش داره، اما وقتی که به خاطر همین مال دنیا تو خانه آخرت را خراب کنی، این اسباب نعمت است، دیگر برکات نیست، فضل نیست، طیبات نیست، بلکه اسباب غرور است، لهو و لعیب است، اسباب گرفتار فریبندگی شده ای. مولا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه نیز چنین خطبه‌هایی دارد. گاهی از دنیا تعبیری بد میکند. در یکی از سخنانش میفرماید الیک یا دنیا، از من دور شوی دنیا، قد انسللت من حبائلک و افلت من خبائلک، از چنگالت فرار کردم، از دامت رمیدم، قد طلقتک ثلاثا، 3 مرتبه تو طلاق دادم. چون وقتی که یک مرد زن خود را 3 مرتبه طلاق میدهد دیگه برایش حلال نیست. یک مرد تا 3 مرتبه میتواند زن خود طلاق بدهد، دوباره رجوع کند. طلاق 3م دیگه برایش حلال نیست. مولا امیرالمؤمنین به دنیا خطاب کرد که تو را 3 مرتبه طلاق دادم، دیگر به تو رجوع نمی کنم. یا میفرماید این هذا الدنیا غدارتون غرارتون خدوع، دنیا مکار است، دنیا فریبنده است، معطیتون نزوع. یک روز انسان را ردای آقایی میدهد، انسان زورمند می شود، قدرتمند می شود، سرمایه دار می شود. فردا میبینید انسان را با خاک سیاه شد. ملبستون نزوع، یک روز لباس آقایی را به تنت بدهد، فردا لباس گدایی را به تنت بدهد. دنیا غدار، مکار، اینطوری تعبیر میکنند. بعد در خطبه دیگر بلا فاصله میگوید حقا اقول، راست میگوید، و ما غرت که دنیا فریب نداده است تو را، بل به حق تررته، این تو هستی که به دنیا فریب میخوری. دنیا فریبنده نیست. ولهی بما تعدک من نزول البلا بجسمک، از این که دنیا تو نشان میدهد که بزودی بلا به جسمت نازل میشود. نشان میدهد که دیروز اون آواز سیاه بود، امروز سفید شد، چشمش روشن بود تاریک شد، قدش رسا بود خمید. آیا این فریبندگی است؟ نه، خیلی صادقانه دنیا با ما رفتار میکنه. اگر گلستان را نشان میدهد، گلستان را نشان میدهد، صادقانه نشان میدهد که سرنوشت را ببینید که اینطوری است. اما ما فریب میخوریم، ولکن به حق طرف تو فریب میخورید. و استثمنت زاور من، چه تعبیری جالب است. این تو هستی که چاق را، فربه را از مریض تشخیص دادن نمیتوانی. یک انسان ببینید خیلی گوشت داره، چاق است،
تو میگویی خوش به حال چقدر آدمی خوب و تندرست است، فربی است، او مریض است، از مریضی چنین چاق شده است. اما تو تشخیص داده نمیتوانی، فکر میکنی که او آدمی سالم است، چاق است. استسمنت زاورمی، او که آماسیده است، آماس کرده را تو چاق فکر میکنی. دنیا اینطوری است، تشخیص ما غلط است. بنابراین برادران و خواهران عزیز، گرگ اجل یکایک از این گله میبرد، این گله را ببین چه آسوده میچرد. هیچ ساعت، هیچ ثانیه، دقیقه نیست که انسان از دنیا نرود. ولی ما بسیار در این دنیا با خیال آسوده مشغول چرا هستیم. امروز در فقدان خواهر عزیزی نشسته ایم. این مجلس به نظر ما برای ما بسیار اهمیت دارد، چون عزیزان آمده است در کنار برادر عزیزم سید مظفر نشسته است، سید جلیل القدر، که زنش از بدخشان تاجیکستان بوده است. از آقای مظفر پرسیدم برادر ما که خوب شناخت نداریم، چی بود داستان؟ سید مظفر عزیز از مزار شریف که مردم ما در اثر تحولات آواره است، در تمام کوبر زن تمام کشورها حضور دارد، از شرق و غرب عالم مردم ما پخش است. سید مظفرم شاید وطن آبایی خود را در مزار شریف رها کرد رفت تاجیکستان. از بدخشان تاجیکستان خانم محبت احمدی را به ازدواج انتخاب. چرا این خانم قدر منزلتش برای ما بیشتر است؟ چون این در تحت سلطه حکومت کمونیست دین خود را حفظ کرده است، در تحت سلطه حکومت شوروی که ضد دین بود، ملحد بود، گفت خدایی نیست، قیامتی نیست، انسان مثل علف است، صبر میکند خوش بشود از بین برود. حفظ کردن عقیده در چنین سرزمین کار مشکل است. خانم محبت احمدی که امروز سر را به تراب خاک گذاشته است، در چنین جامعه، در چنین سرزمین دین خود را، عقیده خود را، پیروی از اهل بیت را حفظ کرده است. ناگهانی به مرض مبتلا شد، شوهری وفادار دارد. سید مظفر سید بزرگوار است، وفادار به همسرش. مرضی که تشخیصش مشکل است. کانادا با این پیشرفتگی مرض را درست تشخیص داده نمیتواند و دوش انداخته خانم رو میبرد با آمریکا، از آمریکا مایوس بشود و دوش بیاندازد طرف روس، طرف ایران، طرف هندوستان. اما دردی است بی درمان. زندگی سید بزرگوار را گرفتار چالش میکند، اما صفا و وفا و وفاداری ایجاب میکند که خانم را تلاش کند تا آخرین مرحله که امکان دارد از مرگ نجات بدهد. ولی خدای بزرگ چیزی را که مقدر کرده باشد قابل تغییر نیست. این خانم از دنیا میرود. فاصله زیاد نداریم به رحلت غمگینانه دختر پیامبر فاطمه زهرا که خانم محبت احمدی پیرو اون بیبی است. رابطه خود را با اون بیبی در تاریک‌ترین شرایط روزگار حفظ کرده است. در جامعه ما پیرمردان ما میگفتند که خانه بیرانی شای مردان است، یعنی سنگین‌ترین مرگ این است که خانه انسان بروشد. شاید در تمام جامعه افغانستانی چنین تعبیر باشد. در منطقه ما اگر کسی زنش میگیرد بیچاره خانه بیروش دارد. خانه بیرون یعنی دیگر خانه ای نیست، خانه یعنی زن. این مرگ اونقدر سنگین است که اشک از چشمان مولا علی هم کشید.
بیقراری از مولا علی در مرگ فاطمه زهرا هم دیده شد. کس گریه علی را ندیده بود مگر در مرگ زن جوانش فاطمه زهرا. وقتی که چشمش به جسد فاطمه زهرا افتاد، به جسد بیجان فغان کرد. کنا کزوج حمامة فی ایکة متمتعین بصحة و شباب. به جنازه دختری پیامبر که بیجان افتاده بود روی غساله صدا کرد فاطمه جان، فاطمه جان، یاد اون روزهای بخیر که تو و ما جوان بودیم مثل یک جفت کبوتر در یک آشیانه زندگی میکردیم، اما تو پرواز کردی فاطمه، رفتی علی را تنها گذاشت. در وقتی که در میان قبر گذاشت، سنگ لحد را مولا علی چید، خاک روی جسد فاطمه انداخت، از میان قبر بیرون شد، رو کرد طرف مرقد مطهر پیغمبر، صدا کرد السلام علیک یا رسول الله، منی و علی ابنتک النازلة فی جوارک. پیامبر عزیز، درود ما و درود دخترت بر تو باد، دختری که اکنون در جوارت آمده است. صدا کرد قلت یا رسول الله صبری، صبر علی تمام شده است، صبر علی لبریز شده است. قال یا رسول الله صبری و رقت تجلدی، حوصله ما از دست رفته است. دیگر شبهای علی شبهای تار است، چشم علی را خواب نمیبرد، روزگار علی تلخ است. چگونه به خانه برود؟ دختران فاطمه زهرا را چگونه تسلی میدهند؟ امروز ما جمعی از مؤمنین، از خواهران و برادران جمع شدیم. برادر عزیزم سید مظفر را و دختران این بانو را در مرگ مادرش تسلیت میگوییم. از خدای بزرگ مسئلت داریم که این بانوی محترمه را با بیبیش فاطمه زهرا محشور گرداند. برای بازماندگانش، عزیزانش صبر عنایت بفرماید، عاقبت کار همه را ختم بخیر بگرداند. اللهم صل علی محمد و آله. اللهم انی اسألك و ندعوک باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بعظمتك یا الله. خداوندا، ما مستر هستیم، مردم ما، کشور ما، جهان بشریت، جهان انسانیت همه گرفتاره. این آیه 3 مرتبه برای رفع گرفتاری های گرفتاران تلاوت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم اكشف الشدائد والبلايا عن المضطرين. اللهم اكشف الغم عن هذه الامه. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. کریم گناه های من را برس، آبروی من را مرس، در حضور ولی و صاحب من تعجیل بفرما. ما را جمله اعوان و انصار اون آقا محسوب بگردان. سفر مسافرین بی خطر گردان. مریض ها را به لطفت شفا عنایت بفرما. قرض مقروضین ادا و ساقط گردان. گذشتگان را ببخش و بیامرز. پدران، مادران، استادها و همه ذوی حقوق را غریق رحمت بفرما. مرحومه تازه گذشته را با فاطمه زهرا محشور بگردان. برای بازماندگانش صبر و اجر عنایت بفرما. عاقبت کار ما و مردم ما و جامعه ما و کشور ما و مذهب ما را ختم بخیر بفرما. و بلغ الارواح المؤمنین و المؤمنات و الشهداء
وإلى أرواح والدينا ثواب الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. اللهم صل على